برای بسیاری از افراد این سوال به وجود آمده است که چگونه حضرت مهدی عجل الله در یک مکان است اما به همه جا ناظر هستند و نظارت می کنند. در این ویدیو درباره این مسئله مهم صحبت خواهیم کرد که حتما شما هم از شنیدنش حیرت زده خواهید شد. باید دانست که حاضر و ناظر دانستن امام به این معنا نیست که امام با چشم سر افراد را نگاه می کند، همانگونه که شاهد و ناظر بودن خدا نیز شهود و دیدن مادی نیست، بلکه امام دارای حقیقت وجودی بسیار بلندی است که مربوط به گستره این عالم مادی نیست. در بسیاری از اخبار برای پیامبر صلی الله و امامان علیه السلام غیر از آنچه که ما آن را نفس و روح مینامیم مقامی والاتر اثبات شده و آن مقام نورانیت است. در روایتی نقل شده است نخستین چیزی که خدای متعال آفرید نور پیامبر اکرم و امامان بود و در روایتی دیگر بیان شده است خداوند از نور عظمت خیش آنان را آفرید. آفرینش از نور خدا چندان برای ما روشن نیست، ولی می توان گفت غیر مادی و مقامی بس بلند است. این مقام نورانیت چون محیط و در بردارنده زمانها و مکانها است، بر همه چیز احاطه وجودی دارد و نمونه و مثلی است برای علم الهی، یعنی همان گونه که خداوند متعال بر همه ما سوای خویش احاطه حضوری دارد و این به زمان و مکان ربطی ندارد و آنها نیز که مظهر تمام اسمای الهی‌اند و علمشان هم مظهر علم الهی است به موجودات احاطه حضوری دارند. بر این اساس استقرار حضرت در مکانی از مکانهای این کره خاکی با شاهد و ناظر بودن او منافاتی ندارد. استقرار برای بدن مادی است و شاهد و ناظر بودن مربوط به مقام نورانیت و روح مطهر آنان که وسعت وجودی دارد می باشد. البته درباره عرضه کردن اعمال ما به ائمه صحبت‌های زیادی شده و آیات و روایات بسیاری وجود دارد، همچنین که خداوند سبحان درباره این موضوع در سوره توبه آیه 105 می‌فرماید بگو عمل کنید خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند. از طرفی نبی مکرم اسلام صلی الله شاهد و گواه امت است که در این باره هم در سوره احزاب آیه 45 آمده است ای پیامبر ما تو را گواه فرستادیم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگوید هر عملی که انسان انجام میدهد از خیر یا شر خدا و رسولش و مؤمنان حقیقت عمل خیر یا عمل شر را مشاهده می کند. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند در هر بامداد کردار بندگان نیکوکار و فاسق و رسول خدا صلی الله عرضه می شود، پس برحذر باشید از کردار ناشایست. همینطور در تفسیر آیه شریف 5 از سوره بقره که از نزول ملائکه و روح صحبت می کند مفسرین با استدلالات عقلی و نقلی بیان می کنند که کسی جز وجود مقدس حضرت ولی عصر و حجت خدا نمی تواند محل نزول ملائکه باشد که امور بندگان به او عرضه می شود. از امام رضا علیه السلام هم روایت شده است به خدا سوگند اعمال شما در هر روز و شب بر من عرضه می شود. بنابراین پیامبر صلی الله و امامان علیه السلام از حقیقت اعمال بندگان با خبر هستند و اعمال آنان را مشاهده می کنند.